دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که قولشو داده بودیم پرینتر 20x20 رو برای سایز 30x30 به روز رسانی کردیم. این پرینتر که قبلا هم آموزش داده بودیم به این صورت آپگرید شده و امکانات کامل روی این پرینتر پیاده شده، مثل 3D تاچ، مثل سنسور اتمام فیلامنت و سایر امکانات. این پرینتر 30x30 هستش. اگه بخوایم دقیق‌تر بیان کنیم 31x31 و با ارتفاع 45 میتونه پرینت بگیره و این هم با اندازه 22x22x25 میتونه پرینت رو انجام بده. کل اندازه ها، کل کانفیگ و تنظیمات داخل سایت قرار گرفته و این پرینت هم تست شده و بسیار خوب عمل میکنه و مخصوصا این سنسور 3D تاچ که روی این پرینتر بزرگ هست باعث میشه که فضای بزرگ رو پوشش بده و ناهمواری ها رو تراز کنه و دیگه مشکل لایه اول براتون ایجاد نشه.